کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسان به توجه ساکنان و میمانان جمهوری می‌رساند که به دلیل بارشات اخیر تا روز 24 نوامبر سال 2023 در ناحیه‌های کوهستانی تاجیکستان خطر یرچ و سنگریز بلند باقی میماند. کمیته با نشر 5 عکس از محل یرچ صبح 23 نوامبر در کیلومتر 119 شهرهای دوشنبه خوجندچناق در حدود ناحیه عینی ولایت سوخت خبر داد که اولا کارها برای رفع عاقبت‌های این آفت طبیعی در راه یگانه زمینی بین شمال و مرکز تاجیکستان ادامه دارد. کمیته گفت خوشبختانه بر اثر این سنگریز کسی آسیب ندیده است. بنا به پیش‌بینی‌ها در برخی قطعه‌های راه‌های ماشینگرد دوشنبه خوجند، دوشنبه لخش، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه دروازه خاروق در ساعت‌های صبحگاهی و شامگاهی یخبندی به عمل آمده خطر زیاد فرو ریختن یرچ و سنگریز وجود دارد. به این دلیل کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از ساکنان و میمانان کشور خواسته است که از سفر و سیر و گشت به مناطق ترمخیز خودداری ورزیده از احتیاط کار بگیرند. در صورت دچار شدن به حادثه‌های فوق‌العاده به این رقم‌ها زنگ بزنند: 112 و یا 992 93 800 28 19 گفته می شود در هشدار کمیته.